این جانب حمید نعمت هستم و رئیس شرکت سیاحتی آشنا هاوس هستم و تقریبا در حدود 5 سال میشه که ما شرکت سیاحتی داریم. مثلا ویزای کاری تاجیکستان داریم، ویزای ترکیه که بیشترین ویزا میاله ترکیه به ما ویزا میتن، ویزای قطر داریم، ویزای دبی کم است که باز هم خود از اجرا میشه و ویزای روسیه هستن. بیننده هایی که تا اونها سخنرانی میبودن فقط یک پیام خود دارم که بیشتر عرض کردم که شرکت های سیاحتی یا تحصیلی که با شما کوشش میکنه که ویزا به دست بیاره و وقتی که اینجا رسیدیم فقط نام افغانا رو روشن کنیم و می ویزا که براتون میتن اما وقتش که پورا میشه یا او رو تمدید کنیم یا پس به وطن خود برگردیم. به نام خداوند توانا. سلام بیننده های عزیز، امید می‌دارم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. شما را به گزارش امروزی خود خوش آمدید میگوییم. خداوند را سپاسگزار هستیم که یک فرصت دیگر را تا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار بگیریم. امروز آمدیم در یکی از شرکت‌های سیاحتی و خواستیم برای شما عزیزان در رابطه به خدمات ویزادهی معلومات بگیریم. اینکه فعلا کدام کشورها برای شهروندان افغان ویزا میدهند همه را امروز در این گزارش با هم یک جا معلومات میگیریم. پس گزارش را تا آخر بیننده باشین تا معلوماتی که در رابطه با ویزاها میخواین حتما از زبان مسئول این شرکت بشنوین. ما در کنار مسئول شرکت آشنا هستیم و میخوایم که در کنارشان سوالاتی داشته باشیم در بخش ویزادهی و خدماتی که شرکت داره، چه پروسه هایی داره برای شهروندان، همه را با هم یک جا میپرسیم. خب سلام حمید جان، چطور هستین؟ علیکم سلام حمید جان عزیز، ابتدا سلام عرض میکنیم به تمامی بیننده های چینل یوتیوبتان. برنامه یوتیوبتان به نام هرات امید هستم و خواستم که یک معلومات کلی درباره ویزاهایی که به افغانات باز هستند یا میال اجرا میشه و 100% یا تقریبا امکانات زیاد باشه اجرا میکنه معلومات به شما ارائه کنیم. بسیار خوب است. اینو برای ما بگوین که شما چند سال میشه مسئول این شرکت هستین و در رابطه به خودتون که معلومات بکنید تا بیننده ما به شما معرفت حاصل کنیم. بخیر باشین. این جانب حمید نعمت هستم و رئیس شرکت سیاحتی آشنا هاوس هستم و تقریبا در حدود 5 سال میشه که ما شرکت سیاحتی داریم و ویزاهایی که اجرا میکنیم کوشش ما همیشه اینی باشه که ویزاهای 100% باشه تا مردم به مشکلات مواجه نشود. البته همین که گفتیم 5 سال ما داشت کار کردیم، اونم که شرکت تجربه کاری زیاد داشته باشه مردم از بهشان راضی می باشه. بدون شک. خب در این شرایطی که ما میبینیم بیشتر کشورها خدمات ویزادهی خود را بر افغان‌ها و خصوصا بر شهروندان افغانستان بند کردن. فعلا شرکت خدمات آشنا کدام ویزاها را میتونه برای شهروندان افغان بگیره؟ منظور ما این است که کدام کشورها خدمات ویزادهی بر افغان‌ها دارن یا ویزادهیشان باز است؟ به این خود شک نیست که تقریبا بیشترین سفارت‌ها فعلا بسته است و کارشان متوقف است. همین شرکت‌های سیاحتی است که تقریبا بیشترین کوشش میکنه تا به افغان‌ها ویزا بده و ویزاها که فعلا زیاد مردم علاقه‌مند میباشه این ویزاهای پاکستان و ایران هستند که بیشترین مسافر ما کوشش میکنه که به این دو کشور بره. اما متاسفانه گان مشکلات امنیتی پیش آمده که این دو کشور فعلا ویزاها را متوقف کرده و سر از او هم زیادتر ویزاها ما داریم. مثلا ویزای کاری تاجیکستان داریم، ویزای ترکیه که بیشترین ویزا میاله ترکیه به ما ویزا میتن، ویزای قطر داریم، ویزای دبی کم است که باز هم خود از اجرا میشه و ویزای روسیه هستن و کشورهای دیگه هم مثلا مراکش و غیره ما پیدا میشه که از این کشورها هم ما ویزا داریم و بیشترین ویزا فعلا ترکیه، قطر، چین، البته چین بیشترین ویزا میاله به ما میتن و بسیار به قیمت ارزان، خصوصا کسایی که میخواید به تجارت بره حتی شغل کوچک هم داشته باشه چین بهشون خوب گزینه است و ویزایشون بسیار زود پروسس میشه و بسیار زود به مردم ویزا میده. یعنی کسایی که جواز داره با او هم خوب است، حتی جواز ناحیه هم که داشته باشه که بیشتر شرکت‌ها حتی دکانداران جواز داره زیادترشون داره. دیگه میتونه یک چانس طلایی است که از این ویزا استفاده کنه.
ویزه کشور چین. ویزه کشور چین. خب با توجه به محدودیتی که شما گفتید، البته در قسمت ویزا دهی کشور ایران و پاکستان، جان اگر برای شرایط هموطنان ما خواسته باشند که مثلا به ایران یا پاکستان برن، کدام بدیلی است یا کدام راه است برشان یا کاملا بند هست؟ پاکستان خود تقریبا مکمل ویزه خود به حدود 40 روز میشه که بسته کردن. هیچ ویزا نمیتن، البته به افغانان نمیتن. اما ایران تقریبا 3-4 روز میشه که ویزای کاری خود به افغانان شروع کردن. خب پیسهشون گزاف است. یعنی ویزا که ما سابق به افغانان گرفتن به حدود 1.2 یورو، اما این ویزا فعلا نیست. این که سخت کرده، ویزای سیاحتی را بند کرده، کلشون ویزای کاری است 1 ماه. یعنی 1 ماه کاری به افغانان ویزا را میده. اما دیگه کشورها که هست بزرگ خود است گزینه خود به جای پاکستان ما دیگه کشورها داریم، خصوصا به تجار عزیز که میال کوشش میکنه که به جای ویزای پاکستان کشور دیگه باشه تا تجارت خود را پیش کنن، که زیادترشون میال ویزای تاجیکستان است، ازبکستان است، ویزای چین است، ویزای قطر، دبی، زیادتر کشورها میال ویزایشون باز است. خود مشکلات هست، مشکلات است که تا مشکلات برطرف شد ویزا مردم به آسانی به دست بیاره. بدون شک. خب کسایی که مریضدار هستن، خصوصا در گذشته ما میدیدیم زیادتر مریضدارای ما به پاکستان میرفتن به خاطر معالجه. اینا با توجه به این محدودیتی که هست بر مریضدارا باز کدام استثناء قائل نیستن؟ فعلا ویزاها که گپ تو راست است، زیادتر مردم ما پاکستان میرفتن، خصوصا پیشاور یا شوکت خانم میشه افغانان زیادترشون و رحمان اسپتال همینجا میرفتن به خاطر علاج، اما ویزاهایشون فعلا بند است و خوشبختانه فعلا ویزاها که باز است به خاطر مدیکال این ویزاهای ترکیه هستند. ویزای ترکیه یعنی بخش کسایی که مثلا یک مریض یک پرواز اجازه داره برای یا عضو فامیل باشه، البته اون بچه کاکا بچه ماما قدشون رفتن نمیتونه عضو فامیل باشه، بسیار با آسانی و زود ویزا میده. این به حدود 2 ماه 2.5 ماه ویزاشون اجرا میشه. مشکل ما افغانا در این بخش ویزاها همین یک داریم، بیشتر خود گفت که ویزاها کم شده میره یا سخت است. این مشکل در کشور نمی باشه، مشکل در مردم ما می باشه. وقتی که کشور به ما ویزا میده، مثلا میاره ویزای ترکیه بسیار خوب ویزا میده، بسیار به جنجال، یعنی مردم بسیار با آسانی ویزا بر دست آوردن. اما چی است که یک دم شروع میشه مکمل افغانان یک راه را گیر میکنه که بعد از ترکیه ویزا بگیره. یعنی نفر که مریض است، خود مریض است ویزا ضرورت داره، نفر است که جو تیار می هیچ ضرورت هم نداره مریض هستن ویزای مریضی برشان میگیریم. مثلا این شرکت ها برشان اونم میگیره، همین غلط کار است. باید گرفتار نشه. کسایی که مریض است باید ویزا بگیره. همینجا افغانان یا مثلا دوستای ما که هر کسی بیمشریان جو تیار می باشه، وقتی که اینجا میرسه میدونه که نفر جو تیار به ویزای مدیکال آمده. خرابی اینجا میشه که پروسه است خراب میشه. یعنی افغانان کوشش کنن که این ویزا که به افغانان باز است یا ویزای مدیکال است واقعا به مریض باشه، یا برای مثلا میاد مریض است واقعا وضعیتش بسیار خراب می باشه. وقتی که یه ویزا به دست آدم یک نفر جور است و به دست بیاره، واقعا شرکت استاد به شکسته میشه یا اسم افغانا حتی خراب شده میره. بدون شک واقعیت است وطندارا اکثر کسا به خاطر ویزای مدیکال مثلا بهانه میکنن مریضیشان داره و ویزای مدیکال یا مریضی را وقت عقد میکنن به او کشور وقتی میرن مریض هم نیستن، به گپ همون جان فقط میخوان که پایشان به او کشور برسن. ولی اعتباری که مثلا او کشور به افغانا داره و اعتباری که سفارت او کشور به افغانا داره و ویزا صادر میکنه را کلا از بین میبره. و انشالله که همه توجه داشته باشن در این خصوص. خب فعلا از اولین کشوری که ویزایش زودتر مثلا پروسس میشه شما میتونید زودتر برای همشهری بگیرین، کدام کشور هست؟ زودترین ویزا که میتونه ویزای کشور قطر است. قطر در حدود 3 روز به ما ویزا داده، یعنی 3 روز کاری بسیار چیزی عادی است. مردم اسناد خود به ما داده و 3 روز ویزای 1 ساله کاری ما برشان دادیم. اما فعلا چون امنیت وضعیتش خراب است از ایران با کشورهای دیگه و من خاطر ویزا به حالت پندینگ می باشه. و دیگه کشورها هم هستن که یا مثلا ایران است به 7 روز کاری و بیشترین ویزا که زود میتونه همین قطر است. قطر است. حدود چند روز میشه؟ 3 روز؟ 3 روز کاری. به 3 روز کاری ویزای 1 ساله کاری برشان میتونه، بسیار وقت موجود است و میدان پاس می باشه. میدان پاس به این معنی یک پیسه واقعا گزاف می باشه. ویزای کاری قطر
قیمتشون تقریبا به حدود $5,000 می باشه. خط تیکتش زود به نفر تمام میشه. کامل فول پکیج فول پکیج است. یک خوبی شرکت ما این نیست که ما زیادتر ویزاها که از فول پکیج اجرا نکنیم. یعنی نفر من میگم که ویزا مرا دارم دیگه ما کار ندارم. فول پکیج به این معنی که هم تیکت طیاره برش میتیم، هم ویزا برش میتیم، یعنی رسانده به اونجا. این هر وقت به کشوری که خودش قصد داره اونجا برسه پیسه خود به ما پرداخت میکنه. دیگه پیش ما میگیریم که تا پیسهشان در خطر باشه. زیادتر شرکت‌ها ساعتی یک مشکل اونی داره که پیشکی پیسه میخواد که به ما $200-300 پیشکی بدیم. از اماتور میان خود خواهش دارم اینی که زیادتر شرکت‌ها ساعتی که از پیششون پیشکی پیسه میخواد نده. اینجا تمام مشکلات به اونجا پیدا میشه، کارش جل نمیشه، به مشتری به پیسه به مشکل مواجه میشه. دیگه بیشترین ویزای ما فول پکیج است. مثلا ما ویزای کاری روسیه ما داریم، البته کاری قید است که باید که شرکت کار کنه، اون فول پکیج است. تیکت طیاره برش میتیم، ویزا برش میتیم، با مرز که رسید به بخش خود از میدان رفتن بعد زود پیسه خود به پرداخت میکنه. از روسیه باز مدت پروسسش چند روز است؟ روسیه فعلا ما که یک پروسس میگیریم، اینترویوشون ان شاء الله در بین یک ماه برشون ارنج میکنیم، یعنی دعوتنامه کلی چیزایشون. بعد از اینترویو در اونجا برشون پرچه میته برشون مثلا به حدود 2 ماه 2 ماه بعد یا میتونه ویزا بگیره. 2 ماه بعد. باز مجموع هزینه‌اش چقدر میشه از روسیه؟ از روسیه خب پکیج هستن، پکیج من چون شرکت‌های ساعتی ریسک زیاد به گردن میگیرن. فعلا قیمت از حدود 9,000 گرفته تا $10,000 این قیمت ها می باشه. 9 تا 10,000 $10,000. خب بیننده عزیز، از قطر ویزی کاری یک ساله $5,000 در 3 روز. در 3 روز براتون همانجان میتونه که تمام مواردش را تکمیل کنه و همچنان از روسیه هست که $10,000 گفتن و یکم شرایطش سنگین‌تر است و بالا چهره نیستن، چون بیشتر گفتم که شرکت ها فقط ساعتی شرکت ها کار اجرا میکنه، کار ویزا و واقعا چون به این شرایط که هیچ سفارت نداره، یک دو سه سفارت اگر اینجا باز باشن یا زیادترشون کار نمیکنه، این شرکت های ساعتی است که ویزا میگیرن. یعنی حکومت هم باید کوشش زیاد کنه که شرکت های ساعتی همکار باشن تا ویزاها که پروسس میشه به طور منظم باشن. و از همتان هم خواهش دارم که ویزا که ما برشان میتیم لطف کنن از وقت خود صحیح استفاده کنن، یک جای میان افغانه بد نشه. وقتی که میره اینجا اگر به حساب تحصیل رای میکنیم باید تحصیل خود ادامه بده، به حساب کار اگر رای میکنیم دمون شرکت یا به حساب کار نگفتیم دمون کار برد. یعنی دیوترشون که خرابی پیش میاد در ویزاها اینونی میباشه. مثلا ساعتی بار اول که ما باز کردیم از روسیه در حدود $2,000 بودن، یعنی فول پکیج بودن، هم فیس پنتون کلش زیاد داخل بودن. مشکل کجاست که وقتی که افغان‌ها اونجا رسیدن به درس نرفتن، بعد از درس میخوان پنتون یک مقدار سیتا را به افغان‌ها دیزارت میکنه یا به کسایی که خاص خارج میه. وقتی که میبینه که این سیتا خالی شده پرسان میکنه کجاش تا می افغان مثلا رفته بلاروس، از اونجا به پولند باز به جرمنی، یعنی فرار کرد از اون کشور. دیگه روسیه مجبور شد که این ویزا رو به ما سخت کرده بره. یعنی تا اینی که به این اندازه فعلا ما رسیدیم که فعلا ویزای تحصیلی روسیه سر ما بند است. کسایی که بهش خواهش داشتن که بره به درس، فعلا این سیستم ما نداریم. کاری داریم چون مردم به کار میرن، تحصیل که بیشترین ضرورت است. مردم زیادترشون میخواد به تحصیل بره. این پروسه خراب شد. میگه اینمی که وقتی که ما به کسی ویزا میدیم باید کوشش کنیم وقتی ویزاشون تکمیل میشه پس بیا برگرده یا قانونی همونجا زندگی خود پیش ببرن، خراب نکنه که اعتبار افغانا بسیار خراب میشه. یا این چقدر مثلا دیگه کشورها مثلا مال پاکستان است و که میر مثلا مال دبی رو وست بسیر یا تا 4 روز ویزا برشون میده و افغانا نمیده. چرا یه مردم که اینجا کار میکنه پیسه خود گرفته پس ما به وطن خود اونجا مصرف میکنه. این نه که ما با دبی قرار باشیم یا دیگه کشور باشیم. افغانای ما شما فقط از اینجا کوشش باید که از اینجا بره اینجا کار کنه دیگه پس نگه دلش نیست تا که اینجا دیپورت میشه و خب چقدر که دیپورتی بالا میره اعتبار خراب میشه. بدون شک. خب تا کنون برای ما در رابطه با ویزای روسیه و قطر گفت دیگه کدام خدمات دارین از کدام کشور؟ از تاجیکستان هم داریم ویزاهای کاری هستن. البته کارشون کمک سخت به است که چون کارشون ساختمانی است. کسایی که ما از اینجا رایی میکنیم اونجا در تاجیکستان هم نماینده داریم از دوستای مستبانان و جونر که این کار پیش میبره از ما اینجا.
یعنی از اینجا ما فکر کردیم که اینجا سرگردان نمیشه که باش به ما کار پیدا نمیشه نماینده اینجا هسته اون گمرهشون به تماس میباشه خب کارشون ساختمانی است زیادتر یعنی قالب کلی سیمتایی یعنی چیزا تا کارگر عادی هم ما ضرورت داریم اینجا روان کنیم و دیگه کشورها که هست بدون ترکیه امیال ما مراکش هم شروع کرده خب نمایشگاهی است 6 ماه میباشه دیگه به زندگی کردن مراکش خود کشور است و پولیش ما ویزای ازبکستان داریم ازبکستان هم خود از قزاقستان هم یاری ویزای خود باز کرده زیادتر تجارای ما کوشش داره که قزاقستان برود دیگه پولیش ویزای دبی هستن اما کم است ویزای دبی زیاد به ما نمیده اقامه تقریبا 2 سال 2.5 سال میشه که اقامه بند است یک اقامه اجرا میشه اون بسیار به ضمانت بالا قیمت بسیار باز ویزای کاری یا از دبی اگر کسی به یک ماه میره یک ماه سیاحتی است باید داره کارش کم باشه یک ماه سیاحتی گرفتن میده خبر از این نداره باز؟ هزینه شان تقریبا به $3,500 فعلا است 3,500 بله و از تاجیکستان گفتین او ویزای کاری است و گفتیم بیشتر در بخش ساختمانی است و تنها کسایی که تجربه دارن در بخش ساخت ساز میتونن ویزای تاجیکستان رو بگیرن در رابطه با خدماتش بگیم خدمات تاجیکستان امروی ویزی 1 ساله یعنی تحویلی که به دوش خود ما باشد یا ویزی 1 ساله بگیره و کار همینجا شامل شد که کارش بیشتر گفتم ساختمانی است دیگه تقریبا به حدود $2,300 تمام میشه بله به 1 سال به 1 سال هم ویزی 1 ساله هم کار و ماش هم برشان میده یعنی ماشاشون میخوایم بهتون ذکر کنیم اگر استاد کار باشه $700 تا $900 برشان ماش میده اگر غریبکار یا مزدورکار باشه به مزدورکار به اینجا به حدود $300 تا $400 البته به استادکارا تقریبا خودش چون $2,000 که مصرف میکنه به ظرف 3 ماه 4 ماه امور پورا کردن میتونه دیگه خودی دیگه ای داره که ما زمینی میدیم تاجیکستان ضرورت به هوایی نداریم که پرواز هوایی کنیم مثلا اینجا بریم از شیرخان منده بسیار به راحتی میتونیم تاجیکستان بریم و ویزای 1 ساله میباشه پس هم نماده میتونیم این مصرفی که گفتیم باز تمام مصارف همی از دیگه کدام مصارف اضافی نداره بدتر نه یعنی فول پکیج هستن بیشتر که نزدیک کنیم مکمل مکات ویزا همه چیز مدل فقط یک مصرف رایش میشه که تا اونجا میره دیگه با دوش خود برس که خودش اونجا میره خب هزینه هایی که براتون گفته میشه وطندارای هزینه ها کلا فول پکیج است یعنی کدام مصرف اضافی نداره که مثلا شما باز در کنار اون مصرفی که پرداخت میکنین دفتر از شما پول اضافی بگیره خب بسیار خوب درباره مراکش گفتین مراکش تقریبا به حدود یک هفته میشه که ویزا را باز کرده ویزایشان نمایشگاهی میباشه یا ما ویزا نه تا 6 ماه به 6 ماه دیگه زیادتر افغانا هم علاقمند دیگه هستن و قیمتش فعلا به بازار شاید قیمت ها فرق کنه خواهر کسی خدماتش فرق میکنه و کارش فرق میکنه که اینجا نفر داره نداره از خانده کسی را نرسونده فعلا ما که میتونیم قیمت $7,000 است $7,000 برای ویزای مراکش و امروی تیکت فول پکیج است تیکت تایاره ویزا میدان پاس کل چیزا شامل است یعنی اینجا رسونده ما پیسه خود تسلیم میشیم با $7,000 میتونیم به مراکش سفر کنیم البته در بخش نمایشگاه و این نمایشگاه به 6 ماه هست نه نمایشگاه خودمون کم میباشه 7 روز زیادش هم 10 روز میباشه و این مدتی که میتونن اینجا باشن 6 ماه هست 6 ماه اینجا باشن میتونه زیادترشون اگر کسی خوش داره اینجا کار کنه اقامت گرفته میتونه اگر علاقمند باشه مثلا طرف اروپا داره خوب حساب قانونی کوشش کنن میتونن چون زیادتر مردم از اینجا هم رفته و خوبی مراکش یکی نیست که با اروپا بسیار نزدیک است یعنی به مرز اسپانیا هستن میتونه فرانسه یا کشورها اونجا سفر کنه خوب کوشش کنم که قانونی رایش هم ما داریم که از اینجا دو طرف برش امکانات برابر کنیم البته به طور قانونی که ویزا بگیره دیگه مراکش به نظر من خوب است به افغانا که این که به دیگه کشورها میره و این ویزایش هم بسیار زود میده یعنی ما به 25 روز ویزای مراکش میگیم ویزایش آنلاین است تیکت نیست هم ویزایش آنلاین است 25 روز بسیار خوب و مدت پروسسش 25 روز است وطن داره $7,000 هزینه داره فول پکیج خب در رابطه با ویزای ترکیه گفتیم دبی روسیه مراکش و تاجیکستان دیگه از کدام کشور مانده دیگه کشورها هستن
خب علاقمندی به اون کشورها واقعا نمیباشه که مردم مثلا زیادتر کشورهای افریقایی است مردم علاقمند نیست اونجا برن بله. و ویزاهای مثلا طرف چین میباشه یا مردم هم زیاد مردم خوش نبره که برای دیگه یعنی کشورها که مردم میونه شما زیاد میره و خوش در اونجا کار کنه یا اونجا زیادترشون کیس داره اینمی یعنی کشورهاست که ما فعلا با شما هزینه سفر به کشور چین چقدر است؟ چین فعلا بیشترین ویزا میاد به افغان ها میده اما ویزاهای نمایشگاهیشون بسیار ارزان است خود هزینه تحویلی سفر $22 است $22 داره و کسی میخواد به نمایشگاه بره که در شهر گونزو است و کل تجارت ما بین این کشور زیاد میباشه افغان زیاد به شهر گونزو زیاد میره و دیگه کدام مصارف نداره با جز یک فرم داره و یک دعوتنامهش رایگان است کسی که خودشان سواد داره میتونه خودش اپلای کنه سایت ها هست در یوتیوب چنل که ببینه هیچ مشکل نداره یک دعوتنامه آنلاین میخواه و یک فرم داره فرم سفارت است اون تکمیل میکنی بسیار به چیزی کم ویزا برشان میتونی $22 هیچ ارزان ویزا است دیگه تقریبا $22 ارزان است باز کدام مصرف اضافی نداره نه همون تقریبی خودشان هم $22 است خودی اینمی داره که کدام استیتمنت از پیشت نمیخواه که استیتمنت داشته باشی نداشته باشی فقط یک جواز میخواه یا جواز ناحیه داشته باشین هر جواز که شما داشته باشین و حتی معرفی خط هم مردم گرفته خودش جواز نداره از دیگه شرکت از دوستایشون که جواز تجارتی داره از اون معرفی خط گرفته قد کپی جوازشون اینجا برشان ویزا داده بسیار خوب با $22 همچنان میتونیم که به چین سفر بکنیم البته باید بس جواز تجارتی داشته باشیم تا بتونیم که به شهر کانزو گفتیم شهر کانزو بریم اشتباه نکنم شهر کانزو سفر کنیم خب دیگه کدام خدمات داره شرکت داشتیم خدمات ما دیگه در بخش ویزا ها زیاد میباشه یعنی بخش ویزا ما زیاد کار میکنیم و تیکت بوکینگ هست و گرچه حال تیکت بسیار کم بایی شده که پروازها بخی کم شده هم امکانات امنیتی خود کشورهای عرب و امرای چیز زیاد از ایران که پروازها رو خراب میکنه مثلا ما ویزای کشیدیم خب مشکل صرف بین اینجا پیش آمده که پرواز نمی باشه پرواز آرین میشه پس کنسل میشه یعنی چند کشورها که ما نفر هایی که مثلا اول همی قطر نفر به دبی ترانزیت گرفته فکر کنید امشب 2 نفر مسافر ما به قطر رسید بعد از 48 روز به قطر امروز رسید بعد از 48 روز فعلا اگر کسی بخواد به قطر سفر کنه یا کدام راه است یا به خاطر این محدودیت های آخر و این تحولاتی که فعلا در منطقه هست در خاورمیانه خصوصا امکانش مشکل شده خود ناممکن نیست واضح بیاد است که هیچ کشور نمیخواد خود خراب کنه روز به روز یا حالت خود مثلا امروز قطر پرواز شروع شده رفته تازه امروز اون از دبی البته پرواز رفته از کابل تا امروز پرواز زیادتر وقت کنسل شده اما خوبی دیدیست که پس این حالت نرمال شده میره انشالله و کسایی که میخواد به قطر بره باید پیش از پیش به شرکت مراجعه کنه چون معمولی است ما تکمیل میکنیم یک دم مثلا باز میشه و از اینجا ما میتونیم به کل مردم ما ویزای قطر بگیریم این دوستا که قطعات هر آماده باشه و میخواد واقعا قطر بره امیر ما در لیست اول میگیریم اما مدیری زیاد است که بخیر زود شروع شود انشالله البته از امروز تاریخ 30 حمل 1405 که برابر میشه با 19 اپریل سال 2026 میلادی تاریخ هم گفتیم که وطندارا باز بفهمن گزارش ما مربوط به کدام روز میشه خب اگر کسی مثلا بخواد که با یکی از این ویزاهایی که شما خدماتش را دارین خود را ثبت نام بکنه از چه طریق میتونن با شما دسترسی داشته باشن اگر میخواید به دفتر ما به چاره دیدری سنتر منزل دو شرکت سایتی آشنا هاست و نمایندگی ما هم است در شهر ما هستن در مارکت برگ طلایی منزل 3 به نام شرکت سایتی آشنا هاوس نمایندگی بله این نمایندگی ما هم میتونه که مراجعه کنه و میتونن بخش مرکزی که پیش خودم هستن پیش ما مراجعه کنه ان شاء الله چیزی که از واسه ما باشه و نه تو صادقانه که تنوز خدمات ارائه کردیم بعد از این هم باش کوشش میکنیم بسیار خوب و آخرین بخش هم میخوام در رابطه با اسکالرشیپ و بورس‌های تحصیلی سوال بپرسم فعلا بورس تحصیلی هم شما خدماتش را دارین یا فعلا
بورسیه تحصیلی که پیشتر عرض کردم ارزانترین را به کشورهای اروپایی یا هر کشور که میخواه ارزانترین را بورسیه هاستن از طریق بورسیه یا تحصیلی یا کوشش کنه برود. مشکل ما فقط این نیست که همیشه بورسیه نمی باشن به سال یک بار دو بار میبره. مثلا شخصی من به سال دو بار اعلام میکنه، هم در ماه حمل و هم در ماه سپتامبر اینتیک باش میگه دو دانه یا همیشه محصولی نقص میکنه و خوبی اینو نیست که ارزان است و علاقمند زیاد داره. مشکل صرف در اینجاست که با آسانی نمیته فعلا، چون ارزان است زیادتر مردم کوشش میکنن که این چیزی ارزانه و دست بیارن، اما خوب شروع میشه به خیر انشاءالله که بعد از این سفارت ها وضعیتش از خوب شد. ویزای تحصیلی ترکیه ما داریم که بیشترین مردم از پاکستان هم داشتیم، خب فعلا موقعیت مردم علاقمند نداره ویزا دیدن تحصیلی زیاد بود. دانشگاه آزاد تقریبا بیشترین افغانا را میال ویزا داده. در بخش تحصیلی زیاد مردم ما شما به هند زیاد تحصیل کرده، به هند رفته و همچنین ترکیه زیاد تحصیلی میال هم جریان داره. خود ذره کمک که سخت شده. خوبی این نیست که تحصیلی که هر کسی رفته واقعا آینده خوب پیدا کرده و ما هم علاقمند به این هستیم که این افغانا که از دوستای ما شما باشه یا کلشان کوشش کنیم بخش تحصیلی زیاد کوشش کنیم و انشاءالله ما هم فرصت که هر قدر که پیدا کردیم و تحصیلی کوشش کنیم که نفرا را از کنیم، چون تحصیلی افغان در کشور به طرف آینده یعنی آینده روشن پیدا کردن میکنه و آینده تضمینی است. نسبت به اینکه نفر به سیاحت میره اینجا وقت خود میکنه به کار میره، تحصیلی بسیار خوب چیز است بدون شک. خب وطندار شما معلومات در رابطه با ویزاهایی که فعلا به اطفالها صادر میشه گرفتیم، در رابطه با هزینه هایش هم دانستیم و همچنان درباره ویزاهای مریضی یا مدیکال سیاحتی و همچنان درباره اسکالرشیپ یا بورس‌های تحصیلی هم هومان جان برایتان معلومات دادن. فعلا اگر کدام پیام داشته باشه هومان جان در خدمتتان هستیم و کامران در خدمت. بخیر باشین. تشکر بازم از تمام بیننده هایی که تا امروز سخنرانی ما بودن. فقط یک پیام خود دارم که بیشتر عرض کردم که شرکت های سیاحتی که یا تحصیلی که با شما کوشش میکنن که ویزا به دست بیاره و وقتی که اینجا رسیدیم فقط نام افغانا رو روشن کنیم و این ویزا که براتون میتن اما وقتش که پوره میشه یا او را تمدید کنیم یا پس به وطن خود برگردیم و در اینجا همه باشیم به طور قانونی زندگی کنیم تا اعتبار افغانا روز به روز بیشتر شود، خصوصا به کشورهای عربی که فعلا زیاد افغانان ما شما اینجا میره دیگه کوشش کنه که به طور قانونی همینجا زندگی کنه. یا کشورهایی که دیگه نوشتن عرض کردم مثلا روسیه که فعلا ویزای به ما قیمت به این خاطر کرد که از اونجا مردم جاتاشون جرمنی رفت و فعلا ویزای تحصیلی سرمایه‌داری بند کرد. اگر پس همین سیستم انشاءالله ما شروع میکنیم همینجا باشن به طور قانونی زندگی کنیم انشاءالله که روزی میرسه که همین کشورها به ما شما بزرگ میکنن که نسل یا این افغانا را ما ضرورت داریم. چقدر که اعتبار بلند میره اینقدر بیشترین جذب به ما بدون شک. بخیر باشین. تشکر هومان جان از اینکه وقت گذاشتین و فرصت دادین به ما و به وطندارای ما تا در رابطه با ویزاها و خدماتی که شرکت آشنا داره حاصل کنیم معلومات و تشکر از شما هموطنان عزیز که تا این بخش برنامه ما را همراهی کردین. انشالله که معلومات مفید برایتان در رابطه با ویزاها گرفته باشیم. اگر علاقمند همچون برنامه ها هستین حتما کانال ما را سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک کنین و نظریاتتان را همچنان در بخش کامنت با ما شریک بسازین. منتظر برنامه های بعدی ما هم باشین. تا برنامه بعدی شما را به الله یکتا میسپارم. خدا نگهدار.